یک دانشجو از ناحیه رشت با پیام تماس گرفته گفت در کورس سیمی دانشکده آموزگاری تاجیکستان در ناحیه رشت تحصیل میکند. او میگوید او و همسبقانش را دانشجو گفتن به واقعیت راست نمی آید، زیرا طول 3 سال است که در یک سال تحصیل جمع 3 یا 4 ماه تحصیل میکنند و خلاص. باقی عمر دانشجوییشان در کارتاشکغنداری، میوه جمع کنی، کار در کان انگشت و حولی در استادان دانشکده، کارمندان مقامات انتظامی، حکومت ناحیه و غیره سپری می شود. این دانشجو که نخواست نامش افشا شود میگوید ماموریت دانشگاه به جای سفربر نمودن دانشجویان به کنفرانس های علمی و فرستادن به اداره های تعلیمی برای تجربه، حتی در روزهای تعطیل مجبور میکنند که به جای معین کرده ماموریت با لباس کاری حاضر شوند. بنا به گفته این دانشجو، چند دانشجویی که به جای کار اجباری حاضر نشده‌اند، ماموریت دانشکده آنها را نه فقط از دانشکده خارج کرده است، بلکه کارمندان کمیسریت حربی را دعوت نموده به دست با اصطلاح ابلوچی ها سپارده گفته است اینها منبع دانشجو نه، ببریدشان خدمت کنند. کار با این تمام نمی شود. ما به خاطر تصدیق این گفته های بالا کوشش کردیم نفری را پیدا کنیم که در این باره به ما معلومات دهد. نهایت یک دانشجوی دیگر که به خاطر امنیت شخصیش از او نام نمیبریم همه کردارهای بالا را تصدیق کرد. اما او گفت آنچه به معلومات رادیوی پیام رسیده است از دریا یک قطره است. خودی همین هفته ماموریت دانشکده آنها را برای کندن خط جویبار آب برای آسایشگاه وزارت کارهای داخلی در ناحیه رشت برده‌اند. دانشجویان به جای درس طول چند روز برای کندن خط آبگذر در مسافه 2 کیلومتر جلب شده‌اند. طبق معلوماتی به ما رسیده در جلب اجباری دانشجویان به کارهای صحرایی، ساختمان و دیگر کارهای وزنین و طاقت فرسا که بیشتر برای این گونه کارها در دیگر کشورها زندانی‌های با جزای سنگین حبس شده جلب می‌شوند، طاهیروف محبوب الدین استاد فکولته زبان و ادبیات، یارف اکبرشاه جانشین رکتور عاید به کارهای خواجگی، زاکروف ظفر مدیر شعبه کادرهای دانشکده آموزگاری تاجیکستان در ناحیه رشت دست داشته‌اند. بر ضمن این هر کجای به کار جلب می‌کردند برای آنکه دانشجویان از جای کار فکر گریختن نکنند، 2 کارمند مقامات شعبه وزارت کارهای داخلی آنها را نظارت و پاسبانی می‌کردند. اینجا سوال به میان می‌آید که صاحبان آن خواجگاه‌های دهقانی که دانشجویان را به کارتاشکغنداری میبرند چه کسانی هستند؟ مگر فرمه کارتاشک پروری دولتی است یا خصوصی؟ جلب دانشجویان به مهنت اجباری از روی کدام قانون است؟ کندن خط آبگذر در مسافه 2 کیلومتر که فکر میکنم از حساب کدام گرانت خارجی است و در آن همه مصرف ها برای اشیا، نرخ مهنت و دیگر هزینه ها در برنامه نشان داده می شود و آن مبلغ را سازمان گرانده دسترس می کند، به کیسه کی رفته است؟ اینجا ناگفته نماند که قسم زیاد دانشجویان این دانشکده شرطنامه‌ای هستند و هر سال به حساب بانکی دانشکده تا 4000 سامانی هر یک نفر مبلغ می سپارند. انصاف کجاست که هم پولش را میگیرید و هم خودش را غلام کنید؟ دانشکده آموزگاری یا مرکز غلامداری؟ مراجعت من به کسانی که مزه خورده از مهنت دیگران شده اید، لطف کرده یک بار به انصاف بیایید. پیشرفت و ترقیات و آینده کشور در دست دانشجو است. این دانشجویانی که شما از آنها به خود دهمرده و چوپان غلام درست کرده اید، می باید فرزندان شما را در آینده همچون سهمگزار آینده ملت تربیت کنند. مگر این را نمی اندیشید؟ بدانید که این خیانت به وطن، به ملت، به نسل آینده و نهایت به فرزندان و نسل خودتان است.